beziehungsweise BZW Punkt معمولا داره مخفف beziehungsweise حالا یعنی چی؟ همون مترادف besser gesagt genauer gesagt یکی از کار معنیاش اینه، یعنی دقیق تر بگم، بهتر بگم. خب حالا مثال ich war mit ihm bekannt beziehungsweise befreundet. من میگه باش آشنا بودم beziehungsweise befreundet. بهتر بگم دوست بودم باش، نه دقیق تر بگم دوست بودم beziehungsweise. حالا چجور نوشته میشه؟ بعدم میگم er wohnt in Berlin beziehungsweise im Randgebiet von Berlin. میگه اون تو برلین زندگی میکنه beziehungsweise im Randgebiet von Berlin. اطراف برلین. دقیق‌تر بگم اطراف برلین. حالا این چجوری نوشته میشه؟ همینجوری که شما نوشتی BZW پونکت. حالا همین جملاتی گفتم و مینویسم که ببینید چطور نوشته میشه.